دقت کنید حتی تکون دادن خمیر، جابجا کردن خمیر، گرما، سرما، همونطور که گفتم مقدار تایمی که ماشین خمیرگیر کار میکنه برای هم زدن خمیر، اندازه نمک، اندازه مایع، نوع آرد، کیفیت آرد، کدوم کارخونه، فصل گندم، همه اینا تو کیفیت نون تاثیر میذارن. ولی متاسفانه آخر کار مردم همه مشکلات، کمیت، کیفیت، ضعف و بالا پایینی نون رو فقط از چشم شاطری که داره نون میپزه میبینن، چون اطلاعی از پشت پرده کار و بالا پایین و نقاط ضعف و قوت ندارن. من تصمیم گرفتم که 0 تا 100 پخت نون سنگک رو به شما نشون بدم، انشالله که بتونم راضیتون کنم.